الهی به امید تو. بفرمایید صبحانه. از 13 آبان هر روز صبح بین ساعت 6 تا 8 اگر از جلوی حدیث قربت از خیابون معلم رد میشی، صبحونه رو مهمون حضرت زهرا باش. صبحونه واسه سحرخیزاست. حالا حدیث قربت به مدت 20 روز به نیت حضرت زهرا سلام الله علیها برای همشهریای عزیزمون صبحونه آماده کرده. آدرس حدیث قربت هم که مشخصه، توی بلوار معلمه. خلاصه که اگر از بلوار معلم رد شدید، بفرمایید صبحونه رو مهمون حضرت زهرا باشین. یا علی مدد. حدیث قربت.